کرد. یادرس می‌شویم درود شنوندگان عزیز، تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروز سه شنبه 6 اکتبر 2020 سال است. خبرهای این ساعت را از روسیه شروع میکنیم. اگنتی فدرالی نقلیات هوایی با شرکت‌های هواپیمایی روسیه برای پروازهای منتظم در 169 مسیر بین‌المللی اجازه‌نامه داده است. با شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای پروازهای چارتری زیاد از 20 تصدیق موافقتنامه‌های بین دولتی نیز داده شده‌اند. خبر می‌دهد اگنتی تاس. طوری از ضمیمه فرمان اگنتی فدرالی نقلیات هوایی فدراسیون روسیه برمی‌آید برای پروازها با کشورهایی که با آنها حرکت هوایی هنوز برقرار نشده است اجازه‌نامه‌های چارتری داده شده‌اند که اینها جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان، آلمان، یونان، اسرائیل، اسپانیا، ایتالیا، کیپر، چین، مالتا، هلند و عربستان سعودی میباشد. پس از قطع کامل پروازهای بین‌المللی بهار امسال، روسیه از آخر تابستان پروازها را به بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، کره، مصر، امارات متحده عرب، ترکیه، بریتانیای کبیر، شویتزیا، تانزانیا و مالدیو قسماً از سر گرفت. همزمان بعضی از خط سیرها محدود کرده می شوند. مثلا شرکت‌های هواپیمایی می توانند در یک هفته نه بیشتر از یک پرواز به بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان را انجام دهند. در روسیه میمانیم و خبرها را ادامه میدهیم. کارمندان پلیس مسکو برای دست داشتن در ثبت نامشروع بیش از 36,000 مهاجر و ثبت نام آنها در 5 خانه تفتیش کرده می شود. در این باره به تاس یک منبع از مقامات حفظی حقوق خبر داده است. از ماه آگوست سال 2016 تا فوریه سال 2020 کارمندان پلیس با سبب‌های نامعلوم با جهت به دست آوردن منفعت‌های خصوصی برای ثبت نامحدود غیرقانونی شهروندان خارجی در 5 خانه در شهرک نوفدروفسک شرایط فراهم آوردند. در 2 خانه 13100 مهاجر و از آن هم بیشتر در 2 خانه دیگر مهاجران را به قید گرفتند گفته می شود در خبر. حالا از روی این دلیل تفتیش پیشکی گذرانیده می شود. آنهایی که در به قیدگیری غیرقانونی خارجیان دست دارند معین کرده می شوند. نظارت و تفتیش حالت مذکور را دادستانی روسیه بر عهده دارد. شنوندگان عزیز، شما تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را در نشر خبری میشنوید و از روسیه به قرقیزستان میرویم و به حوادث های این کشور نظر میکنیم. دیشب کوشش به دست آوردن غیرقانونی حاکمیت دولتی در قرقیزستان صورت گرفت، گفت پرزیدنت این کشور سورونبای ژینبکوف. شب گذشته بعضی نیروهای سیاسی کوشش به طور غیرقانونی به دست آوردن حاکمیت دولتی را کردند. نتیجه های انتخابات را همچون بهانه استفاده برده آنها ترتیبات جمعیتی را ویران کردند آمده است در پیام پرزیدنت قرقیزستان. به گفته سورونبای ژینبکوف وی به نیروهای امنیتی امر داده است که آتش نکشایند تا جان شهروندان را زیر خطر نگذارند. پرزیدنت اینچنین گفته است که تظاهر کنندگان به کارمندان حفظی حقوق اطاعت نکردند، طبیبان را لطوکوب کردند و بناها آسیب رسانیدند. سورونبای ژینبکوف تاکید کرده است که صلح در دولت ثبات جامعه و از هر یک مندت وکیلی ارزشمندتر است. وی از سران تظاهرات کننده دعوت کرد که به میدان حقوقی برگردند تا شهروندان به اغوا داده نشوند. من از کمیسیون مرکزی انتخابات دعوت کردم که قانونشکنی ها را همه‌جانبه تفتیش کنند و در حالت ضروری نتیجه های انتخابات را بیکار کنند. من از رهبران حزب‌های سیاسی دعوت می‌کنم که طرفداران خود را آرام کنند و آنها را از جایهای تمرکزی خود بازدارند. من همه هموطنان را دعوت می‌کنم که
صلح را نگاه دارند و با دعوت‌های نیروهای اغواانگیز بوده نشوند. از تمام قوه‌ها دعوت می‌کنم که تقدیر کشور را از غرضهای سیاسی بالا گذاشته به میدان حقوقی برگردند، گفته است سورونبای ژینبکوف. یادداشت می‌شویم که درگیری‌ها در بشکک روز 5 اکتبر پس از اعلان نتیجه‌های مقدماتی انتخابات پارلمانی قرقیزستان آغاز یافت. در همین حال رسانه‌های خبری می‌نویسند که در پی غصب بناهای معموری دولتی، بنای پارلمان، کاخ سفید که قرارگاه پرزیدنت میباشد و بنای دولتی کمیته امنیت ملی قرقیزستان، تظاهر کنندگان سابق پرزیدنت زندانی المازبек اتنبویف، سروزیر پیشین زندانی سفر اسحاقов و دیگر نفران را از زندان کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان رها کردند. ادامه خبرها را در دایره حوادث قرقیزستان ادامه میدیم. خبرهای این ساعت را بانک ملی قرقیزستان به بانک‌های تجارتی و تشکیلات‌های مالیوی غیر بانکی توصیه داده است که از امروز سه‌شنبه 6 اکتبر فعالیتشان را موقتاً باز دارند و چاره‌های امنیتی را تقویت دهند. بانک ملی قرقیزستان با مقصد تأمین امنیت بخش مالیوی و بانکی کشور و به خطری دارایی‌های تشکیلات‌های مالیوی قرضه توصیه می‌دهد که بانک‌های تجارتی و تشکیلات‌های مالیوی غیر بانکی قرضه فعالیتشان را باز دارند و چاره‌های امنیتی را از 6 اکتبر سال 2020 تقویت دهند. بانک ملی قرقیزستان قید کرده است که در صورت به میان آمدن سوال‌های مربوط به پیشنهادات خدمات مالیوی، تنظیم کنندگان توصیه می‌دهد که توسط خدمات آنلاینی با مؤسسه‌های مالیوی تماس گیرند. همچنین گفته می‌شود که در حالت ضروری ثبات و امنیت سیستم مالیوی و بانکی جمهوری قرقیزستان تامین باید کرده شود. طبق معلومات پیشکی پس از زد و خوردهای شبانه در بیمارخانه‌های بشکک 590 نفر بستری شدند. همچنین رسانه‌های خبری محلی اطلاع می‌دهند که یک نفر هلاک شده، 13 نفر دیگر در حالت وزنین بیهوشی قرار دارند. صبح امروز کاتب مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان تالگنای استمالیه و اظهارات پخش کرد که وضع را سورونبای ژینبکوف نظارت می‌کند. با طرف رئیس جمهور با مراجعه‌نامه به مردم مراجعه کرد و صلح را نگاه دارند و به اقبال داده نشوند. پرزیدنت پیشنهاد کرد که کمیسیون مرکزی انتخابات قانونشکنی‌ها را با دقت تفتیش کند و در حالت ضروری نتیجه های انتخابات را بکار کند. و در همین حال خبر رسید که کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرقیزستان با رایدهی اعضای هیئت کمیسیون نتیجه های انتخاباتی پارلمانی قرقیزستان را بکار کرد. یادداشت می‌شویم که انتخابات پارلمانی قرقیزستان 4 اکتبر برگزار شد که در آوازدهی 56.5% رای دهندگان شرکت ورزیدند. در پی به ترتیب‌های به عمل آمده راهبران یک قطار ولایت‌ها و شهر بشکک پایتخت قرقیزستان به استعفا رفتند. می‌گذاریم به موضوع دیگر و خبرهای این ساعت را شما مستقیما میشنوید. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف با همتای ازبکستانی‌اش عبدالعزیز کامیلوف تلفنی با آمادگی به چاره‌بینی‌های در پیش ایستاده در ماه اکتبر سال 2020 در دایره اتحادیه دولت‌های مستقل گفتگو کرد. گفته می‌شود در اظهارات وزارت کارهای خارجه روسیه. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه روسیه روز 5 اکتبر سرگئی لاوروف با عبدالعزیز کامیلوف وزیر کارهای خارجه جمهوری ازبکستان، کشوری که امسال در اتحادیه دولت‌های مستقل رئیسی می‌کند، گفتگوی تلفنی انجام داد. مبادله افکار راید به مسائل روزنامه و آمادگی به چاره‌بینی‌های در پیش ایستاده در ماه اکتبر سال 2020 در حاشیه اتحادیه دولت‌های مستقل صورت گرفت. گفته می‌شود در پیام جانب‌ها وظیفه‌های وزارت‌های کارهای خارجه را در زمینه جلسه در پیش ایستاده دومین کمیسیون مشترک در سطح سران حکومت روسیه و ازبکستان و جلسه 21 کمیسیون بین حکومتی همکاری‌های اقتصادی دو کشور بررسی نمودند. خبرهای این ساعت را مستقیما میشنوید و نظر به وضع قره‌باغ نیز میکنیم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان گفتگوی تلفنی انجام داد. خبر میدهد خدمات مطبوعات کرملین.
موضوع اساسی صحبت شدت گرفتن وضع در قره‌باغ کوهی بود. در جریان مذاکرات ولادیمیر پوتین به ضرورت فوراً خاتمه بخشیدن عملیات جنگی در منطقه بحثی تاکید کرده است. ولادیمیر پوتین بار دیگر به ضرورت فوری خاتمه دادن به جنگ تاکید کرد. گفته می شود در اظهارات کرمل جانب ها توجه را به خصوصیت مقیاس مناقشه ها در قره‌باغ کوهی و خسارات به آذربایجان و ارمنستان و هم در بین نظامیان و هم در بین شهروندان جلب نمود. قید کرده می شود که گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و نیکول پاشینیان با تشبث جانب ارمنستان صورت گرفته است. از آغاز نزاع در قره‌باغ کوهی مذاکرات تلفنی سران ارمنستان و روسیه بار چهارم صورت می‌گیرد. بعد در قره‌باغ کوهی صبح 27 سپتامبر شدت گرفت. مقامات جمهوری اعتراف نشده گفتند که آذربایجان و قلمرو آنها اولین شده آتش کشی شده است که این را جانب آذربایجان رد می‌کند. روسیه در این زمینه آتشبس فوری را طلب کرد و از باکو و یریوان دعوت کرد که مکالمه صلح‌آمیز را آغاز کنند. موقع مسکو را چین، ایالات متحده آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، اینچنین ناتو، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر تشکیلات‌های بین‌المللی تذکره نمودند. همزمان ترکیه و افغانستان در مناقشه‌ها جانب آذربایجان را تذکره کردند. شما تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید.